رسانه 17 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 23:30 دقیقه راننده автомاشین تمغه وز 21015 رقم قید ترانزیتیش A2539HO01 شهروند ارگشوف باباجان سال تولدش 1997 استقامت کننده شهر دوشنبه هنگام حرکت در کوچه جامی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده یک نفر مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه را با قسمت پیش автомاشینش زده از پای می افتاند که نامبرده با برداشتن جراحات جسمانی در بیمارخانه بستری می باشد. بعد از صدمه راننده مذکور با مقصد از جوابگری پنهان شدن از جای حادثه فرار می کند. در نتیجه گذراندن یک قطار چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا راننده автомاشین مذکور شهروند ارگشوف باباجان دستگیر کرده شد. وابسته به حالت مذکور عین زمان موادهای لازمی ترتیب داده شده مورد سنجش قرار دارند. 20 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 03:20 دقیقه راننده автомاشین تمغه دیو تیکو وایسوف انور سال تولدش 1992 ساکن شهر ترسونزاده در حالت مستی قرار داشته هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد کوچه 15 سالگی استقلالیت شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به منفرش نیمتیار در یک قسمت راه اتومبیلگرد ریخته شده برخورده است. در نتیجه خود راننده وایسوف و مسافرانش وایسوف حمزه سال تولدش 1988 رجب و نصیبه نظرونا سال تولدش 1990 و عزیز و مدینه نظرونا سال تولدش 1991 ساکنان شهر مذکور جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. در بیمارخانه عزیز و مدینه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.